سلام همکارای عزیز، دوستای خوبم. اینجا توی پنل VRF ما به خاطر دسترسی به لوله‌های ورودی و خروجی احتیاج به یه دریچه بازدید 47 در 47 داریم. ما این زل و این زل ما از لب فابریک استفاده شده. اومدیم یه 47 در 47 دریچه بازدید دستاش به صورت دو تیکه ایجاد شده. این طرفش لب فابریک، این ورم لب فابریک که خیلی راحت جا بگیره و قولاً کسی که میخواد دسترسی به این لوله‌های ورودی و خروجی داشته باشه بتونه کارش انجام بده. و به این صورت خیلی ساده با F و حالا چند تا اتصال و تمام.